اسلام و مسلمان ها از ذلت کوشش به خرج دهید. السلام علیکم. ایشان محترم، من یک خانمی می باشم از ریان قرغان تپه و از خداوند سلامتی شما را همیشه طلب دارم و می خواهم که شما چون چراغ تابان برای ما همیشه باشید و راه دین را برای ما بندگان روشن نمایید. و سوال دارم که از راه دور برای شنیدن آن آمدم. شوهرم 4 سال شده است که به روسیه رفته است، اما به من و فرزندانم یگان بار هم پول روان نمی کند. وقتی که پدر من از دنیا گذشت قصورم آمد، به جای همدردی بیان کردن با من گفت که تو را به جای بچه هم طلاق کردم، رو شوهر دیگر کن. آیا این از نظر اسلام درست است؟ ولی من شوهر خودم را انتظارم، شوهر کردن نمی خواهم و می خواهم فرزندانم پیرو اسلام باشند، اما دستی نارسا دارم. از شما دعا طلب دارم برای فرزندانم، یک خواهر اسلامی شما. خواهر عزیز، اولا پروردگار شوهر شما را ناموس عطا فرماید که یاد شما و فرزندانش کند. من از این منبر رسول اکرم برای تمام جوانهایی که در شهرهای روسیه خدمت میکنند، برای کار و بار رفتند، خطاب میکنم. جوانای عزیز، در خانه شما را همسراتان انتظار است، در خانه شما را فرزنداتان انتظار است. شما نباید با مشغول شدن به فاحشگی، با مشغول شدن معیشت با زنهای افلاسی بدین همسرای خود فراموش کنید. این جوان مردی نیست، این بیناموسی است، این دیوسی است. خدایا شما را انصاف اتیاد کی خدمتی که در آن عذاب میکشید برای خاطر نفقی اهل و عیالتان باشد، نه برای عیاشی، نه برای فاحشگی تان. و دیگر خواهر عزیز، با آن سخنی که قصور شما گفته است شما طلاق نمیشوید، زیرا که طلاق شما در اختیار شوهر شماست. اگر شوهر با پدرش اجازت دهد که از جانب من همسر من را طلاق کن، آن وقت میتواند پدر کلینش طلاق کند. و الا اگر شوهر شما از این خبر نداشته باشد، با این گفت سخنی خسورتان شما طلاق نمیشوید. انشاءالله در انتظار شوهرتان باشید. امید دارم که شاید این صدای من روز او شنود و باز ناموسی انسانیش و ناموسی جوان مردش به جوش بیاد و به یاد شما شود و به سراغ شما بیاد. خواهر عزیز، خدا شما را نگه دارد و فرزندهای شما را عمر دراز و تن صحت و اهل علم گرداند. السلام علیکم داملای عزیز، ما یک نفر خواهر اسلامی شما هستم و عاشق این مدرسه محمدیم و هر روز جمعه را به صبرانه انتظارم و طالبه های زیاد هم دارم و در مولودهای خود زنها را به نماز و سطر دعوت میکنم، ولی استادانم در وقتی نام پیغمبر را گرفتن سرخم میکردن، یعنی تعظیم میکردن و من هم میکردم. بعد از شنیدن سخن شما توبه کردم. آیا خداوند مرا میبخشیده باشد؟ و میخواهم در حق خودم و طالبه های من دعا میکردید، شاید دعای شما اجابت میشود. و از خدا طلب دارم که شما و خاندان شما را در پناه خود نگه دارد. با احترام، خواهر اسلامی شما. خواهر عزیز، پروردگار شما را و مانند شما بارین خواهرای اسلامی و مادرای اسلامی را شمارشان از صفشان زاید کند که همسایه های خدا، دوگانه های خدا، هم قشلاق های خدا برای راست هدایت نمایند و از فحشا و از بیعفتی و بیناموسی و از بیحیایی اونها را نگه دارند. سوالی که شما درباره تعظیم نام پیغمبر شنیدن کردید، این سوال است که در بین اکثر
ملاها و ایشانها بحث دارد، اما یگان که اونها برای تعظیم کردن دلیل ندارند. من با باوری کامل از بالای این منبر رسول اکرم میگویم، یعنی برای تعظیم کردن، سرخم کردن در وقت شنیدن نام پیغمبر یا نام الله دلیل ندارند، نه از قرآن و نه از حدیث، نه از کتابی معتبر فقهی. بنابر خاطر آنکه این مسئله آخر به عصبیت کشید، ما اینو در یک محفل با بزرگا یک صحبت شد، ما من کردیم اونها از روی عصبیت و نادانی جاهلی طرفدار بودند به دلیل که امروز هم باز ترغیب کردی استادن بر قصد ما. خوب برای من زیانی نیست، به خودشان از زیان. میخواهم از کتاب با شما عزیزان بیان کنم. البته مانند این کتاب ها بسیار هستند، اما فقط من از کتابی که برای همه دسترس هست، مجموعه الفتاوا که مؤلف او مولانا عبدالحی است و در حواشی خلاصه نوشته شده است که اکثر شما دارید، از همون نوشتم. اگرچه در این باب موضوعات خدا رحمت کنه البانی هم هست، در دیگر کتاب ها هم هست. استفتا، این سوال چی میفرمایند علمای دین در این مسئله که تقبیل ابهامین در زمان ما مروج است؟ تقبیل گفته نه، در وقتی از آن بعضی موسیقی‌دار من دستاشو پیچه کرده چشماشون میمالن. ببینیم گاه شما هم میکنید. آیا در وقتی از آن این جایز است یا نه؟ این یک سوال. جواب: این تقبیل را در بعض کتاب‌های فقه مستحب نوشته است، مثل کتاب کنز العباد و جامع الرموز شرح مختصر، ولیکن در کتاب‌های معتبره و متداوله نشانه از آن نیست و آن کتاب که در آن این مسئله مذکور است غیر معتبر است، یعنی کتابی که در نزد محققا اعتبار ندارد، کتاب کنز العباد و جامع الرموز و فتاوای محیط. از این وجه که در آنها رطب و یابس بلا تنقیح جمع شده است، یعنی اونا کتابی هستند که تر خشک، ضعیف و صحیح و دروغ و راست همش جمع کردگی هستند، زیرا که مؤلفاشان محقق نیستند. و احادیثی که فقها در این باب نقل میکنند هیچ کدام اونها صحیح نیست، بلکه موضوعند. و این چنین ملا علی قاری در موضوعات نوشته است. علی قاری این هم یکی از علماهای محقق حنیفی مذهبند، مختصر شرح کردگی هستند، مشکات شرح کردگی هستند، فقه اکبر شرح کردگی هستند. نوشته است یعنی بوسه کردن دو انگشت و به چشم مالیدن آن اصل ندارد، یعنی این در اسلام نیست، نه پیغمبر خدا کرده است، نه صحابگان کردند، نه تابعین کرده است، نه حضرت امام اعظم کرده است. باور کنید. و به چشم مالیدن آن اصل ندارد. و این چنین در وقت شنیدن نام الله و یا نام رسول خدا خود را جنبانیدن، اینم اصل ندارد. صحابه رسول اکرم پیغمبر خدا را نامش میگرفتن، هیچ کدامش این تو نمیکردن. یا در وقت اذان در مسجد بودن یا در خانه نام پروردگار بلند میشد، هیچ کدامشون این تو نمیکردن. باور کنید اینا از اسلام نیستن. زیرا که تعظیم الله، تعظیم خدا به ثنا گفتن است و به ذکر است. پروردگار تعظیمش به جل جلاله گفتن است. وقتی که نام خدا رو میشنوی جل جلاله گو، یعنی جل جلاله گفتن است. و احترام رسول اکرم به درود گفتن است، نه به جنبانیدن سر. مجموعه الفتاوا صحیفه 327. عزیزان من بعضی طالب علم در اینجا هستند، بعضی شاید اهل علم هستند، هر مسئله من پرسم صحبت کنم اینا از من صحیفش از کتاب میپرسن. جوانای خوب، حالا شما بر وقت است، شما وظیفتان خواندن است، کتاب بینی است. انشاءالله وقتی که عالم شدید کتاب بسیار دیدن گرفتید، خود این مسئله ها پیشتان برآمدن میگیرد. کدام سوال یک شخصی از من پرسید است که شما گفته که پوشیدن